چند سال پیش توی روز گرم تابستونی تو جنوب فلوریدا پسر کوچیکی با عجله لباساشو در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت. مادرش از پنجره نگاش میکرد و از شادی کودکش لذت میبرد. چند دقیقه بعد مادر تمساحی رو دید که به سوی فرزندش شنا میکنه. مادر وحشت زده به طرف دریاچه دوید و با فریاد پسرش رو صدا زد. پسر سرش رو برگردوند ولی دیگه دیر شده بود. تمساح با یه چرخش پاهای کودک رو گرفت تا زیر آب بکشه. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش رو گرفت. تمساح پسر رو با قدرت میکشید ولی عشق مادر به کودکش اونقدر قوی بود که نمیذاشت اون بچه‌ش رو رها کنه. کشاورزی که در حال عبور از اون حوالی بود صدای فریادهای مادر رو شنید. به طرف اونا دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و اونو کشت. پسر رو سریع به بیمارستان رسوندن. 2 ماه گذشت تا پسر بهبودی نسبی پیدا کرد. پاهاش با آرواره های تمساح سوراخ شده بود و روی بازوهاش جای زخم ناخنهای مادرش مونده بود. خبرنگاری که با کودک گفتگو می‌کرد از اون خواست تا جای زخماشو به اون نشون بده. پسر شلوارشو بالا زد و با ناراحتی زخما رو نشون داد. بعدش با غرور بازوهاشو نشون داد و گفت این زخما رو دوست دارم. اینا خراشای عشق مادرمه. مادر عزیز، روزتون مبارک باشه.